به نام خداوند بخشنده نهایت مهربان. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارک می‌فرماید هر کسی که یک صلوات بر من می‌فرستد الله متعال به او 10 سلام می‌فرستد. و در دیگر روایت میگن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که صلوات انسان به پیامبر میفرستد خداوند 10 سلام به او میفرستد و یک گناه او را محو میکند. به همین خاطر هر مسلمان به خود لازم بگیرد صلوات به پیامبر فرستادن تا اینکه از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخوردار شود. امام حسین رضی الله عنه هم روایت میکند، میگه میدونه که بخیل انسان چه کسی هست؟ گفتن نه. گفت بخیل ترین انسان کسی است که من از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که بخیل کسی است که صلوات بر من نمیفرستد. نام من میشنود میگه صلوات بر من نمیفرستد. در هر جا که نام پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که شنیدیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد چیکار کنیم؟ صلوات بفرستیم. یکی از دعاهایی که حضرت جبرائیل پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مجبور کرد که دعا کرد و آمین بگو یا محمد صلی الله علیه و سلم این بود که هر انسانی که نام تو میشنوه یکی صلوات به تو میفرسته خداوند او را از رحمتش کنه محروم بگردونه. و هر انسان هم تصمیم بگیره هر روز بی‌قدر از نماز کنه صلوات به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار فرستیم. علل خصوص روز جمعه چیکار کنیم؟ صلوات به پیامبر بسیار بفرستیم. این حسنات ما و شما را الله متعال زیاد میکنه و محبت ما و شما با پیامبر باز هم زیاد میشه. به همین خاطر هر کجا که باشیم چیکار کنیم؟ بیرون ای نماز هم چیکار کنیم؟ صلوات به پیامبر بفرستیم.